بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هم نفسای یاد خدا الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی ممنونم که کاراتون و برنامه هاتون رو یه جوری تنظیم کردین که برسین این ساعت این لحظه برنامه یاد خدا رو همراهی بکنین. امیدوارم که اینجا براتون مفید باشه، برنامه‌مون به کارتون بیاد. خیلی امید دارم این اتفاق بیفته. آقای صفاریان عزیز تشریف آوردن مثل هفته گذشته. انشاءالله بحث سیره انبیا از منظر قرآن کریم رو ادامه خواهیم داد در خدمت شما. یه فاصله بگیریم و برگردیم گفتمون رو شروع میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. آقای صفاریان عزیز خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب ارادتمندی. سلام و تحیات داریم محضر دو امامزاده بزرگوار، اولاد حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه که مفتخره به میزبانی از اولاد و نوادگان ایشان در ایران عزیز. خدمت عوامل محترم هم سلام و عرض ادب داریم و بینندگان گرامی که انشاءالله حوصله میکنن و بحث ها براشون مفید فایده قرار باشه. در خدمت انشاءالله خدمت از ماست. خیلی ممنونم. ما هفته گذشته بحثمون رو شروع کردیم زیر عنوان کلی سیره انبیا از منظر قرآن کریم. سوالی من مطرح کردم چه ضرورتی داره که ما آشنا باید بشیم حتما با سیره انبیا سلام الله علیهم اجمعین، که این مسئله رو آقای صفاریان عزیز تبیین کردن، بازم با توجه به آیات نورانی قرآن کریم توضیح بفرمایید. بله، این مطلبی که در قسمت قبل عرض کردم درباره این که انبیا آدم‌های راحت نشینی نبودن، عافیت طلب نبودن، سایه نشین نبودن، در متن تحولات اتفاقا قرار دارن. یعنی همه سعیشون و تلاششون اینه که جامعه تراز، تمدن تراز، مردم تراز رو بسازند و حضرت آقای تعبیر بسیار جالبی دارن در اون کتاب طرح کلیشون. میگن که راه انبیا متفاوت از راه بقیه مصلحان عالمه، با راه معلمان متفاوته، با راه فلاسفه متفاوته، با راه رهبران اجتماعی متفاوته. به خاطر اینکه انبیا دنبال اینن که کارخانه های انسانسازی ایجاد کنن. کارخانه انسانسازی چیه؟ کارخانه انسانسازی جامعه دینی است که همه مؤلفه هاش انسان رو به سمت حضرت حق سوق میده. یعنی اگر اقتصاد و بازار داره، بازارش داره انسان رو به سمت هدایت و نور سوق میده. سیاستش همچنین، سیاست خارجیش، فرهنگش، هنرش. این جامعه تمام مؤلفه هاش انسان رو داره به سمت کمال سوق میده و این میشه کارخانه آدمسازی. حالا وظیفه انبیا اینه که این کارخانه آدمسازی رو ایجاد کنن. بریم ببینیم که قرآن کریم چگونه بر این ماجرا چجور برای ما تصویر کرده که انبیا علیهم السلام وظیفه هدایتگری خودشون و ساخت اجتماع رو چجوری انجام دادن. خداوند متعال همچنانی که عرض کردیم در این آیه بیان میکنه که و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر. چه بسا انبیایی بودن که برگرد شمع وجود اونها پروانه هایی دیوانوار جریان هدایت رو برای مردم پیگیری میکردن، با اونها مقاتله میکردن، پیکار میکردن، مبارزه میکردن. دست و بازوی ولی الهی در جامعه دینی بودن برای هدایت مردم. نمیفرماد یه پیامبر اینجوری، دوتا پیامبر اینجوری. و که ای من نبیین، چه بسیار پیامبرانی چنین قاتل معه ربیون کثیر. حالا این ربیون چه ویژگی هایی دارن؟ نکته اصلی که قرآن میخواد اینها رو معرفی کنه به اون نکته چیه؟ میفرماد که فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله. اینا در راه خدا وقتی که آسیب هایی، گزند هایی، ناملایمت هایی بهشون میرسید هیچ سست نمیشدن. فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. ضعیف نمیشدن، به زانو در نمیمدن. من هفته پیش در جمع دوستان عزیز و مجاهدین بزرگوار لبنانی بودم.
یکی از دوستان موقع برگشت به من گفت که اگه تو بخوای تو یه جمله خلاصه کنی اون چیزی که دیدی. من از که 2 هفته زندگی کردم با اونها، یعنی جور نبود سر بزنم. گفت که اگه تو یه جمله بخوای تعریف کنی برای من اون چی که دیدی. من گفتم که ببین آدم با یه سطح دیگری از زندگی آشنا میشه. آدم هایی که برای خدا زندگی میکنن، اون دغدغه اصلیش تهیه مایحتاج زندگیش نیست، در آوردن درآمد نیست، نمیدونم زن و بچه و اینها نیست. به اونها هم میپردازه ها. اولویت اول زندگیش جامعه دینیه و در این راه داره هزینه میپردازه. هزینه اعم از وقت، اعم از انرژی، اعم از جوانی، اعم از پیکار و نبرد در میدان، اعم از جهاد مالی. و این برای ما حجته، یعنی انگار مستوا و سطح دینداری رو اونو برای ما بالا بردن. آدمگاهی با خودش فکر میکنه که خب من دین دارم اونا هم دین دارن دیگه. ببینید خداوندمون تا تو سوره مبارکه بقره میفرماد که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، فکر میکنید ما همینجوری مفت شما رو بریم بهشت؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. هنوز اون ماجراهایی که سر پیشینیان آوردیم و سر شما نیاوردیم. مگه اونا چی شده بودن؟ مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا. تکانه های شدید اجتماعی برای اونها پدید اومده، مشکلات درونی و بیرونی برای جامعه دینی پدید اومده، برای همه جوامع دینی. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله. اینقدر این مشکلات شدید میشن تا پیامبر جامعه دینی، تا مؤمنین میگن که پس خدا کو این یاری که وعده داده بودی؟ خدا میگه آها به این نقطه رسیدی، به مو رسید. حالا خودش جواب میده الا ان نصر الله قریب. مثلا فرج و گشایش اون لحظه ها. بله، یعنی اصلا انگار سنت خدا بر اینه انسانو توی بنبست قرار بده که میزان توکلش رو بسنجه. دقیقاً وقتی اسباب برای او فرو نشست، وقتی از همه اسباب ناامید شد، قطع امید کرد، حالا فرج برای او رخ میده. ببینید آیه قرآن، بعضی آیات واقعا برای انسان تنبهه. میگه که ظنوا انهم قد کذبوا. بعضی وقتا حتی اینایی که خود ایمانشون درجهش پایین‌تره گمان میکنن، این فکر به ذهنشون خطور میکنه نکنه همه اینها گزاره های نادرستی هست. خدا کمک میکنه، توکل کنی، خدای خرمشهر، خدای امروزم، نکنه این گزاره ها انهم قد کذبوا، فکر میکنن دروغ بهشون گفته شده. ببینید چقدر قراره که این شداید، این ناملایمت ها زیاد بشن تو زندگی ایمانی ما. بعد خدا میگه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، فکر کن همینجور مفت میریم بهشت. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. برادران لبنانی ما، برادران سوریه ما، برادران فلسطینی ما، اینا تو این وسط میدان و معرکه ایمانشون محک بخوره، ولی ما در عافیت باشیم، ما سایه نشین باشیم. خب این عدالت خدا که جور در نمیاد. و تو را نیز کربلایی است به خون تو تشنه. آدم ها همشون با این معرکه مواجه خواهند شد. سیره قطعیه همه انبیا این شمشیر بوده در کنار اون هدایت، این پیکار دائمی بوده و ما گریزی نداریم از اینکه مواجه بشیم با این. حالا من یه نکته هم به مسئولین عرض کنم دیگه. ببین اینی که ما همیشه سعی میکنیم که مصلحت رو در سیاست خارجیمون به کار ببندیم کاملا بحث عقلایی و درست سر جای خودش، اما توی سیاست گذاری خودمون به این سمت نریم که مردم رو از جنگ بترسونیم، که وای ایران نیفته تو تله جنگ. عزیز من این تله جنگ نیست، این خود پدر جد جنگه، این خود جنگه و ما خودمون وسط معرکه ایم و ایمان بدون این عرق ریختن ها امکان نداره. اتفاقا تله اصلی تله نجنگیدنه. کار شیطانه. بله. یعنی شما اگه نجنگی برو ببین اونایی که نجنگیدن چه بلایی. بله، حالا انشاءالله آیاتش رو خواهیم خواند. بله. دین مداری در طول تاریخ با عافیت طلبی هیچ موقع هم نشین نبوده.
ما توی سیاست گذاری هامون دقت کنیم برای مردم چیزی رو تصویر نکنیم که خدا توی قرآن خلاف اون رو تصویر کرده. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. اونا اونجوری برن بهشت، شما اینجوری بریم بهشت، نمیشه، با سنت خدا سازگار نیست. بله، خیلی ممنونم آقای عزیز. اگر اجازه بدید مکسی داشته باشیم در خدمتی. بعد خدمت شما باشیم و در خدمت قرآن. آره، و خدمت قرآن کریم. الحمدلله، خدا کنه که تا آخر عمرمونم این توفیق رفیق راه هممون باشه، هم خدمت قرآن هم خدمت اهل بیت سایه بالا سرمون باشن، این دو یادگار پیامبر عظیم الشأن اسلام. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. منم مثل شما دارم لذت میبرم از فرمایشات آقای سفاریان عزیز. سراپا گوش ماجا بسم الله. ارادتمندی. من به نظرم میرسه که یه مقداری از محضر قرآن کریم طلب نور کنیم. سوره مبارکه ممتحنه رو، حالا اگه مخاطبین بزرگوارمون هم قرآن دم دستشونه، سوره مبارکه ممتحنه رو خیلی سریع اون آیات ابتداییشو با هم مرور کنیم. خداوند متعال اینجا میخواد یه الگو برای ما معرفی کنه. یکی از انبیاء گرامی بزرگوار رو به عنوان الگو برای ما معرفی کنه، یه مرور سریعی روی این آیات داشته باشیم. میفرماد که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردین، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. دشمنو که آدم رفیق نمیگیره. لازم نیست همیشه شما در مقابل همه آدم هایی که و جوامعی که دستورات ایمانی رو صلاح خودشون قرار نمیدن پیکار کنی. نه، یه وقت اونا بر و قصر رو در مقابل شما پیشه کردن، شما هم در مقابل اونها شمشیرتون غلافه. این دیگه اسمش نمیشه دشمن. نه، یه وقتی هم هست میره دشمنیشو ابراز میکنه، میجنگه، داره جغرافیای تو رو، اعتقاد تو رو، ناموس تو رو، نمیشه که نگاه کنی که مدارا کنی. حالا بعد فهمده که تلقون الیهم بالموده، شما میرین القای مودت میکنین نسبت به اینا. فقط کفروا بما جاءکم من الحق. اینا نسبت مشکلشون با شما چیه؟ مشکل اعتقادیه. اصلا مشکل موشک نیست، حقوق بشر نیست، نه. اون یه دال مرکزی دشمنی او با تو اعتقاد و تفکر تو، چون اون اعتقاد است که در نهایت موشک سازی ازش در میاد. اینه که آقا من میخوام عزیز زندگی کنم، نمیخوام برده و بنده و مطیع تو باشم، میخوام بنده حر خدا و آزاده خدا باشم. و اون این آزادگی رو برای ما نمیپسنده اصلا. فقط کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. اگر شما انقلاب کردین، انقلاب اسلامی، اگه می‌خواستین ما اصلا انقلاب نمی‌کردین دیگه. شما یه مسیری رو برای رضایت خدا پیش گرفتین. اگر مسیر رضایت خدا پیش گرفتین دیگه، این مسیر دنده عقب نداره، کنترل زد نداره. مسیر به سمت خدا غلط کردم و عقب گرد نداره، ارتداد میشه، خروج از مسیر هدایت میشه و ولایت میشه. تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم. گاهی ایمیل های پنهانی میزنی، گاهی به غمزه چشم، گاهی نخ میدی. من که میدونم و من یفعله منکم فقط ضل سواء السبیل. اگه کسی این کار رو بکنه راه هدایت رو گم کرده. فرد، جامعه، حزب، گروه، هر کسی. ان یسقفوکم یکونوا لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء. اینا دستشون به شما برسه از هیچی فروگذار نمیکنن. ببین الان اگه نمیزنه برای اینکه نمیتونه، همینطوره. بتونه از دشمنی کوتاه نمیکنه. ودوا لو تکفرون، اینا دوست دارن که شما اصلا ایمانتون رو رها کنید. ببین آقا، الان کشورهای حاشیه خلیج فارس، خلیج همیشگی فارس، اینا به اسم مسلمانن، رابطه برقرار میکنه با رژیم غاصب صهیونیستی، رابطه مودت، رابطه اقتصادی، رابطه سیاسی. مشکل او اشهد ان لا اله الا الله نیست، مشکل او پیاده سازی اشهد ان لا اله الا الله تو جامعه. میگه تو منافع اقتصادی بر خودت در نظر گرفتی، تو فکر میکنی که مثلا بچه هات اینجوری آینده بهتری خواهند داشت. خدا میگه که یوم القیامه
یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. اینا هستن روز قیامت از تو جدا میشن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. حالا میخواد یه الگو معرفی کنه، اینا رو بیان کرد، میفرماد که حالا میخوام براتون یه الگو معرفی کنم. الگو کیه؟ جناب ابراهیم. تو چی الگوه خدایا؟ جناب ابراهیم تو چی الگو؟ میگه تو اون خط قرمزی که با دشمنای خودش ایجاد میکنه و به این خط قرمز پررنگ توجه داره. قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بینکم و بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا. دشمنی ما با آمریکا دشمنی همیشگیه. چرا؟ چون اون ملت ها رو برده میخواد، اسیر میخواد چپاول ثروت های مسلمین کنه، میخواد ما از ایمان راستینمون دست برداریم. او تا وقتی که اصرار میکنه بر این سیاست ما تنش زدایی نیست. سیاست ما پیکار مبارزه است. این سیاست نه فقط سیاست ما، سیاست همه انبیا در طول تاریخ بوده. از این ماجرا از زمان جناب هابیل و قابیل شروع شده و تا ظهور ادامه خواهد داشت. اصل گره ظهورم فهم این مسئله است. فهم این مسئله که آدم‌هایی پدید بیان همچنانی که خداوند متعال فرمود که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، آدم‌های ربی پرورش یافته الهی که اینا چی کار میکنن؟ اینا در مسیر الهی از فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله سست نمیشن و ما ضعفوا و ما استکانوا ضعیف نمیشن، از پا در نمیان. خداوند تا تو سوره مبارکه صف میگه که خدا آدم‌هایی رو دوست داره که در مسیر حق مقاتله میکنن. چجوری؟ صفاً کأنهم بنیان مرصوص، یه جبهه واحد عین یه سازه آهنی، سازه فولادین، هیچ خلل و فرج و نفوذی نداره. این میشه الگوی جامعه انتظار به معنای واقعی خودش. انشالله که هممون بر این عهد باقی بمونیم و منتظران واقعی حضرت صاحب ثبت باشیم. الهی آمین. انشاءالله که به این رشد و کمال برسیم که شایستگی و لیاقت یاریگری امام زمان رو پیدا بکنیم و چه سعادتی از این بالاتر. نه که میفرمودین من یاد عبارات پیامبر عظیم الشأن اسلامم می افتادم در ارتباط با اونهایی که آخرین در واقع حضرت خاتم الاوصیا رو یاریگری میکنن که چه ویژگی هایی دارن. انشاءالله که این لیاقت رو پیدا بکنیم. یعنی به نظرم میاد دنیا داره مهیا میشه برای اون موقع و باید دست به جنبونیم اگه میخوایم تاثیرگذار باشیم و به تعبیر شما اون حلقه ابتدایی و میانی و اینا باشیم و همراه هم سفر با اماممون باید زودتر دست به کار بشیم. خیلی استفاده کردیم، مثل برنامه گذشته لذت بردم. هوامی نداریم؟ خواهش می‌کنم. در خدمت باشیم. خدا را شکر که خدمتگزار قرآن بودیم. انشاءالله برای مخاطبین عزیزم بحث مفید. زنده باشید. اجر شما با صاحب قرآن. و اگر نقطه نظری هم دارین حتما از طریق پل‌های ارتباطی به ما انتقال بدین. 162 شماره عمومی سازمان هم اونجا هم اظهار نظر بفرمایید. خیلی اینا مجموعاً تاثیرگذار خواهد بود در کیفیت برنامه یاد خدا. مراقب خودتون و خوبی‌ها و مهربونیاتون باشین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.